یاری دلی تنهای تو، تنها منم، تنها منم، تنها منم، تنها منم. بنشین که قربانت شوم، قربان چشمانت شوم، گه سرفشان گه دلفشان، بر موی افشانت شوم. دریا مجو دریا منم، دنیا مجو دنیا منم، یاری دلی تنهای تو، تنها منم، تنها منم، یاری دلی تنهای تو، تنها منم، تنها منم، تنها منم، تنها دوستان عزتمند، ادامه میدهیم برنامه خاطره ها رو و یادآوری میکنیم که امروز در برنامه ما قرار دارند هنرمند خلقی تاجیکستان افضلشاه شادیف. بار دیگر خوش آمدید و بار دیگر تشکر از آن که امروز انتخاب کردیم آفریده ها، سرود ها و عموما شعرهای خیلی زیبا رو از اشعار شاعر قلب دل ها لایق شیر علی. هر یک شاعر، هر یک نویسنده من گمان میکنم که در آفریدن این یا آن اثر خاراکتر خودش را نشان میدهد. مثلا یک نفر تصویر خیلی زیبا دارد. از نگاه من استاد در هر یک شعری که ایجاد میکنند قانون زندگی را انعکاس میکنند، قانون حیات را، هر یک دوره حیات را. گویا که پند هستند همه شعرهایشان. مثلا همین سروده که عین حال شما خواندید، همین شعر رو گیریم. دریا مجو دریا منم، دنیا مجو دنیا منم، یاری دلی تنهای تو، تنها منم، تنها منم. و این سرود وقتی که من خواندم یک 25 سال پیش خوانده بودم راستی. و خانم یلدوز عثمانو از هنرمند خلقی ازبکستان هم همین خواندن، همین آهنگ من که کمتر دیگر تر کردن خواندن، نزدیک خواندن و بسیار خوب خواندن. بعد رستم ایسایف هم این سرود خواندگی است، یک شاگردای ما. بله. شعر شاعر چند حافظ میخواد چند خیل خواند و چند درد و هر کس به طور خودش میسراید. و البته استاد در خد همین به درد همین چیز گفتگیان که بنشین که قربانت شوم، قربانی چشمانت شوم، گه سرفشان گه دلفشان، بر موی افشانت شوم. بسیار عالی گفتن و در خد در این شعر عشق بسیار هم صمیمی هست و من هم همین کوشش کردم که آهنگش همین خیلی به همین موافق سازم و همین خیلی آهنگ ساختم. واقعا هم شما گفتید که در برابر اونه که آوازخوان‌های تاجیک سر زدن به آفریده های استاد، در همین برابر فارسی زبانان نیز خیلی زیاد سرایدند و یک هفته قبل در آزمون یورویدنیا یک نفر از آوازخوان‌های آذربایجان، یک بانوی خیلی جوان، هنگام یک صحبتش گفت که من یکی از شعرهای لایق شیر علی را گرفته به زبان آذری ترجمه کردم و همین را خواندم. این شعر زندگی بود و ببینید که شعرهای او را نه تنها فارسی زبانان می‌سرایند، حتی همون نفرانی که زبانشان برای ما بیگانه است و یا زبان ما برای آنها بیگانه است. خود شما از زندگی استاد، از لحظه‌های عجیبش، از لحظه‌هایی که خیلی خوب بودن، چی در خاطر ماند؟ ما با استاد راستی که در سفرها بارها همراه بودیم، در بسیار دولت‌ها، در خود دوشنبه عزیزمان ما زیاد میگشتیم همراه، در ورزاب، که از ورزاب بسیار دوست می‌داشتن و 20 می که روز تولدشون بود، وقتی جوش و خروش دریای ورزاب بود و همیشه ما میرفتیم ورزاب، یک ساحل ورزاب نشسته اون کس ایجاد میکردن
و همون زمان که کس شعر نو می‌نویسن من می‌گفتم یک شعر در حقیقت زور آخه عالی بعد گرفته آهنگ می‌بستم و راستی که وقتا آهنگای منو میگفتن اینش نشد با یک دو واریانت دیگر می‌خوندم که بعد میگفتن انا می نشد بعد همون من انتخاب کرده بعد رفته ثبت می‌کردم در رادیوی تاجیکستان و هم خیلی یک انسانی بسیار طبیعت دوست می‌داشتن دریا دوست می‌داشتن آدمای مستفیدا که بسیار صحبت کردن دوست می‌داشتن که از اونها یک چی می‌گرفتن و از اون مستفیدا الهام گرفته از گپای همونا شعر می‌ساختن استاد دایق هم خدر آدمی پخته بودن دانا بودن از همین جاست که شعرهایشون شعرهای مردمی هستند از لفظی مردمن بازار صابیر استاد مومن قناعت استاد ساربان عبدالحمید صمدов کمال نصرالله حقنظر غایب خالمراد شریپов اشور سفر و همین استادا و اکای دولتمند خالف استاد مرادبگ نصرالدینов استاد جلالبگ مرادov اینا که همیشه مناسبت نزدیک داشتن و همراه با هم گرفتن ما اینا همچون مهمان پنجکن میبردیم کلوب بسیار دوست می‌داشتن که استاد که ما کلوب می‌رفتیم در خانه استاد حقنظر غایب در خانه استاد اشور سفر و در شهر کلوب یک جای زیبا بود اونجا می‌رفتیم دائما مهمان می‌شدیم و خاولینگ بسیار دوست می‌داشتن هواش تازه می‌گفتن بلجوان دوست می‌داشتن و استاد لوی عموما یک آدمی که برای اون کس همه جای تاجیکستان واقعا عزیز بود و وطن بود چون که اون کس همین خیلی آدم بودن که همه جای برابر دوست می‌داشتن خیلی جدا نمی‌کردن هیچ وقت بعضا از شاعران نویسنده‌ها اگر در تنهایی شعرهای زیبایشان آفریده شده باشد پس شعرهای استاد در محفل‌ها بیشتر تولید شده است در محفل‌ها هم شعر ایجاد می‌کردن در علاهیدگی هم لیکن همین روزانه که میگشتیم و معرکه با می‌بودیم و یگانجا می‌دیدیم میشتیم می‌خواستیم بعد ساعت‌های 2 3 شب گفتم این آدم خوب باشن او استمیراتم از همون در خرق در نگاه می‌کردم که استاد ولی بیدار شعر نوشته ایستادن شعرهای زیادشون به مثلا دلم مانده است از غوغای دنیا زی جنجال و کشاکش‌های دنیا درویی‌های دنیا بی سبب نیست خود القا میکند سودای دنیا تگو بالا زدم افسوس افسوس ندانستم تگو بالای دنیا چو دنیا را سری پروای من نیست ندارم بنده هم پروای دنیا ولیکن گرچه روزی میکشد باز بخواهم دیدن فردای دنیا یا که گرچه من کوتاه دستم کوتاه ارمان نیستم گرچه من کوتاه عمرم کوتاه ایمان نیستم هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم گرز خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم مد و جزر حادثات از سینه من بگذرد در لب دریای هستی سنگ بیجان نیستم پای من با سنگچوب از خردی عادت کرده است گرز سنگ راه ترسم از کوهستان نیستم دولتی من ریگ زرین زرافشان است و بس ذره گرزر بجویم از زرافشان نیستم گرز شعر من نآید بوی مهر و اعتقاد زاده دریا و کوه تاجیکستان نیستم گفتم خیلی شعراشون بسیار برای وطن برای ملت بود مادرنامه استاد لایق بهترین مادرنامه هست که در وصف مادرها گفتگی هستند مثال 100 جان و دل فدای یک مدعای مادر فتو کشایش آره دست دعای مادر گر شعرها سرودم از بود و از نبودم در تینتم سرشته سوز و نوای مادر از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند اما بر روز سختی خالص جای مادر همین چیزای بسیار زیبا میگفتن که بازم یک شعر خیلی خوب دارند با نام سوزی دلم و شما همین شعر رو آهنگ بستید بله سوزی دلم نیست من آهنگ بستم که همه شاعرها همین سرود خیلی دوست می‌دارن و اجازه بدید من همین سرود خوانم با جان دل اگر آن تب آن سوزی دلم نیست زان است که غم خاره و دل سوزی دلم نیست این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست
عربان می رودم نقد دل از دست کس واقفی انگاری مرموزی دلم نیست من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه در مشکل دل مصلحت آموزی دلم نیست من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه در مشکل دل مصلحت آموزی دلم نیست امروز اگر آن تب و آن سوزی دلم نیست کفندوزی تنم هست روزی که تنم مرد کفندوزی تنم هست روزی که دلم مرد کفندوزی دلم نیست روزی که دلم مرد کفندوزی دلم نیست این ساعت و این لحظه و این آنی گریزان هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست تشکر زیاد. باور کنید راحت کردیم هم از تاثیر سخنها هم از تاثیر موسیقی هم از تاثیر صدا. تشکر بسیار. و ببینید گفته هایشان رو تصویرشان رو که روزی که تنم مرد کفندوزی تنم هست ولی روزی که دلم مرد کفندوزی دلم نیست. یعنی مهم دل است که زندگی رو اداره میکند دنیا رو اداره میکند. واقعا بسیار بسیار به درد افتگی هستند. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست ولی روز دلم نیست. بسیار عجایب گفتگی هم استاد. و میگویند که در برابر اون که یک مهارت خوب شعرگویی داشتند یک مهارت خوبی داشتند که به قلب ها تاثیر میکردند شعرانی خیلی زیبا قرائت میکردند. بله شعر خیلی خوب قرائت میکردند. همین یک شعر یک شب نوشتن شیشه ما سنگ خارا بشکند خامی ما پخته ها را بشکند آنچنان سنگ مزاج و محکمیم کوزه ما سنگ دریا بشکند آنقدر ساغر شکستیم از علم تا طلسم یک معما بشکند 100 دل و 100 دست و پا بشکسته ایم تا که 100 راه فردا بشکند ما از آن میدان غریبان نیستیم که دل ما به تقاضا بشکند گردنی گردونی گردان بشکنیم پیش از آن که گردن ما بشکند. بسیار همین شعر یک به ذوق و شوق میخوندن. همون شب وقتی که نوشتن من سحرش به آهنگ بستم خوندم. و یک شعر دیگر به درد دل کسی است که دلبر نداشته است به درد سر کسی است که خود سر نداشته است و به دولت آن کسی است که مادر نداشته است. همین مادر همین قدر به دولتان کسی است که مادر نداشته است. همین خیلی معقول بوده شون همین شعر وقتی میخوندم لذت میبردن. اگر اجازه دید من همین سردی باشد دلبر نداشته است نخونم. مرحمت. درد دل کسی است که دلبر نداشته است به درد سر کسی است که خود سر نداشته به خویشتن کسی است که از خویشتن نرد به خویشتن کسی است که از خویشتن نرد به دولتان کسی است که مادر نداشته به دولتان کسی است که مادر نداشته
به مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خوب، به مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خوب، به منزلان کسی است که سر و بر نداشته، به دولتان کسی است که مادر نداشته. خوشبختان کسی است که در جاده حیات، خوشبختان کسی است که در جاده حیات رشک و حسد به یار و برادر نداشته، رشک و حسد به یار و برادر نداشته. بدبختان کسی است که در عرصه تلاش، بدبختان کسی است که در عرصه تلاش یک دشمنی به خویش برابر نداشته، یک دشمنی به خویش برابر نداشته. بی دولتان کسی است که مادر نداشته، بی دولتان کسی است که مادر نداشته. تشکر زیاد استاد. تشکر از آن که ترانه مادر انتخاب کردید و برای ما سرایدید، زیرا واقعا هم از نبودن مادر، از اونی که مادر در خانه نیست و همون خانه خالی است، قلب از مهر مادر خالی است، صدای از صدای مادر خالی است و از نگاه های مادر خالی است، از مهربانی های مادر خالی است. و تشکر به استاد که همین خالیگی ها رو با گفته هاش یک کمی پر میکنه، یک کمی ملهم میشود و ما در هوای همین ترانه ها و در زیری همین مفهوم ها، همین معناها یک کمی عشق میریزیم و یک کمی اندیشه میکنیم و بازم به زندگی ادامه میدهیم. و واقعا هم استاد درباره یار و دوستان، درباره زندگی، درباره عشق، محبت، صمیمیت، وفاداری خیلی زیاد گفتن و تا کنون همین گفته هایشان را ما تکرار به تکرار میگوییم. حتی هر کجا که باشیم سخن گفتن خودمان را، سخندانی خودمان را، حتی دانشمان را به واسطه شعرهای استاد نشان میدهیم و بعضا ما را با شعرهای استاد احسن و آفرین میگویند و حتی محفل های گوناگون برگزار می شود که ما مهارت خود را با واسطه شعرهای استاد نشان می دهیم و همین گونه آوازخوان ها هم نابسته با آنکه که استاد فعلا در قید حیات نیستند، اما شما ادامه می دهید به سرودن شعرهای او، ادامه می دهید به اونه که همه دوستداران اهل قلم بازم با واسطه شعر و ترانه آفریده های او را بشنوند. بله بله. و همیگونه یک ترانه نو هم دارید از اشعاری استاد. بله، حاضر یک ترانه نو میخونم. خندان گذشت و رفت، گذشت و رفت، گریان گذشت و رفت. ما میخواهیم که همین ترانه رو به انتها گذاریم. میخواهیم که صمیمیت رو در دل بیننده بازم یک مرتبه دیگر بیدار کنیم و میخواهیم که انتهای برنامه نیز خیلی زیبا باشد و میخواهیم که با همین ترانه یک احساس خیلی زیبا رو در دل شنونده بیدار کنیم و میخواهیم که با همین ترانه زیبا برنامه‌مون رو جنبش کنیم. دوستان عزتمند، یادرس میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و امروز در مهمانی ما قرار داشتن هنرمند خلق تاجیکستان افضلشاه شادیف و امروز برنامه رو ما همراه استاد بخشیدیم به شاعر قلب ها، شاعر مردمی، شاعر دل ها، شاعری که گفته های او پند زندگی و کار ماست، لایق شیرالی. اینک میشنویم ترانه رو.
اختری فران گذشت رفت گمزد دلم به خاطری فصل جوانیم کن همزی عشق دختر بریان گذشت رفت خندان گذشت رفت بریان گذشت رفت عشقم بسانی نکهتی ریحان گذشت را نگذشت دستی خوش هر آن چیزی من گذشت هر چی گذشت از دلم با جان گذشت رفت با جان گذشت رفت پنهان گذشت رفت گفتم که جمع میکنم